روز دوشنبه شرکت بی پی یک کلاهک جدید مسدود کننده را در عمق 1600 متری آبهای خلیج مکزیک بر روی چاه در حال نشت خود نصب کرد. امید است این کلاهک بتواند از فوران نفت در داخل اقیانوس جلوگیری کند یا نفت را به سمت سطح اقیانوس هدایت کند. این شرکت عظیم انگلیسی احتمال موفقیت آمیز نبودن این راهبرد را متذکر شده است، چرا که این سامانه کلاهک مسدود کننده تاکنون در چنین عمقی پیاده سازی نشده است. اما در صورت موفقیت این کلاهک از ماه آوریل تا کنون این اولین باری خواهد بود که شرکت بی پی از عهده مهار نشت نفت برآمده است. مسئولان بی پی میگویند جریان نفت در ماه آگوست و همزمان با اتصال یک چاه فشارشکن به چاه اصلی به طور کامل قطع خواهد شد. این تلاش برای مهار جریان نفت در نتیجه ممنوعیت جدید دولت اوباما برای حفر چاه در اعماق اقیانوس انجام می شود. گرچه مدیران صنعت نفت نسبت به این ممنوعیت معترض شده و معتقدند این تصمیم اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد.